غارهای نمکی خرسین شهرستان بندرعباس از جلوه‌های زیبای طبیعت است که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. این غارها با 1800 هکتار در یک منطقه کوهستانی در جوار روستای خرسین از توابع دهستان سیاهو در سین بندرعباس واقع است. غارهای نمکی خرسین در ری کانال مانند است که بر اثر جریان آب و شسته شدن مواد معدنی حاصل شده است. عبور آب از خاک‌های معدنی باعث ایجاد املاحی می شود که پس از تبخیر قندیل‌ها و بلورهای نمکی زیبایی را پدید می آورد. دیوارها و ستونهای بلند و قندیل با بیش از 2 متر طول حاصل جریان قطرات آب است که از زیر کوهستان روستای خرسین عبور می کند. ارتفاع این غارها از سطح دریا 1422 متر است. به زودی با اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان این اثر در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت خواهد رسید.